خب حضرت یک سوال شدگی همین خواستم پیشنهاد کنم. میگه که حضرت ابو که در مسجدهای اوروسا کار کردن جایز هست یا نه؟ همینجا کم ترک برادرها قطعی بحث شده. میگه درباره هم یک کمی معلومات میدادین. یک برادر سوال کرده اینجا مسئله ماست اگر در کلیسای اوروسا کو کار کردنش برای نظر فقها میگن کراهیت اجازت نیست. برای مسلمان مثلا در کنیسا کار کردن من هست، مثلا باید کار سرکف میگن باید سرکف خون میگه. اینکه همیشه در حدیث‌های پیغمبر محمد علیه السلام در کتاب بدایت و هدایت امام غزالی میاره میگه که من اعان علی معصیت ولو بشطر کلمه کان شریکا له فی. اون شخصی که در یگان گناه یاردم میکنه، همین دست قطعا از زبانش قطعا یک کلمه که یاردم کنه در همون گناه شریک میشه. در همین کاری که در کنیسا میکنن مثلا بود پرستیه، مثلا به خدا عبادت نمیکنن، بت‌ها مثلا ایجاد یک خیلی مسئله میشه که مسلمان‌ها یاردم میکنن و همین عبادت همین کی عبادت درست نیست، کی عبادت درست نیست غیر الله سبحانه و تعالی. باید کوشش کنیم کار نکنیم در اینجا. بله هزار رحمت. فکر میکنم ان شاء الله سوال جواب شو گرفت. خاک ویدیو کلام پگاه میشه زیر کامنتار چه سوالی باشه بنویسن. حضرت با پگاه گفتگو پوچ کامنتار یا بنویسن چه سوالی دارین. پگاه ان شاء الله همشه با پدربنا خشرو ان شاء الله برای شما پیشنهاد میکنیم. سلام علیکم.